سیستم کنترل جامعه سونگبون. دولت وفاداری هر فردی رو بر اساس سابقه خانوادگی او بررسی میکنه. میزان فرصت‌های شغلی، خانه و مسکن و حتی دسترسی به غذا بر اساس این رتبه‌بندی تعیین میشه. دولت با استفاده از یک سیستم گسترده به نام سونگبون این رتبه‌بندی رو انجام میده. بر اساس همین سیستم مردم در 3 گروه اصلی قرار میگیرن. گروه اول، گروه هسته اصلی نام داره که شامل خانواده کیم، مقامات و اعضای حزب کارگران میشه. این افراد بیشترین دسترسی رو به غذا و درآمد بالا دارن و میتونن در پایتخت کره زندگی کنن. گروه دوم گروه متزلزل نام داره که افرادی با پیشینه معمولی در این دسته قرار میگیرن و همیشه تحت نظارت دولتن. گروه آخر گروه متخاصمه که افرادی با سابقه فعالیت ضد حکومتی در اون قرار میگیرن. این افراد در مناطق دورافتاده زندگی میکنن و اغلب دارای شغل‌های سنگین هستن. مدل موهای قانونی. در سال 2013 دولت کره شمالی قانونی رو تصویب کرد که تمامی مردم این کشور تنها میتونن از 28 مدل موی مجاز استفاده کنن. مدل موها در آرایشگاه‌های کره شمالی نصب شده و 18 مدل برای خانم‌ها و 10 مدل برای مردها ارائه میشه. اگه شخصی با مدل موی غیر مجاز در سطح شهر دیده بشه، توسط مأمورین دستگیر و طبق قانون در همون مکان موهاش تراشیده میشه. حتی در موارد شدیدتر ممکنه که فرد از کارش اخراج بشه. هرچند این قانون برای همه شهروندان این کشور وجود داره، اما رهبر کره شمالی مستثنا از این قانونه و میتونه مدل موی منحصر به فرد خودش رو داشته باشه. محدودیت حیوان خانگی. قبل از سال 1998 نگهداری حیوانات خانگی با هدف جلوگیری از نفوذ فرهنگ غربی ممنوع شده بود. اما در اوایل دهه 2000 کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی اعلام کرد که مردم میتونن حیوان خانگی داشته باشن. برخی معتقدن که هدف از این کار در واقع نشون دادن تصویر مدرن و ثروتمند از کره شمالی در رسانه‌های دنیا بود. از طرفی حیوانات خانگی تنها در فروشگاه‌های دولتی قابل تهیه بودند و این کار یک روش درآمدزایی برای دولت بود. اما در سال 2020 قانون رفع محدودیت نگهداری حیوانات خانگی توسط کیم جونگ اول لغو شد. نگهداری سگ نماد فرهنگ سرمایه‌داری غربی معرفی شد و مخالف ارزش‌های سنتی کره شمالی و سوسیالیسم اعلام شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده برای جلوگیری از تکرار قحطی گسترده سال 1994 که باعث مرگ حدود 3 میلیون نفر شد، از گوشت‌های سگ‌های جمع‌آوری شده به عنوان غذا در رستوران‌ها استفاده شد. منع رسانه‌های خارجی و کنترل فرهنگ. دولت بر انتشار کتاب‌ها، موسیقی و فیلم‌ها به شدت نظارت می‌کنه و استفاده از رسانه‌های خارجی اکیداً ممنوعه. دسترسی به اینترنت جهانی در کره شمالی بسیار محدود شده و مردم از یک شبکه اینترنت داخلی به نام کوانگمیونگ استفاده می‌کنند. پخش فیلم و سریال‌های خارجی مجازات سنگینی به همراه داره. برای مثال در سال 2021 یک نفر به جرم وارد کردن سریال‌های کره جنوبی از مرز چین به روش جوخه آتش اعدام شد. علاوه بر اینها استفاده از شلوارهای جین به ویژه شلوارهای آبی منع شده، با این عقیده که رنگ آبی نمادی از امپریالیسم آمریکاییه. الزام به تشویق رهبر. از اونجایی که در کره شمالی رهبر یک شخصیت شبه خدایی محسوب میشه، از شهروندان، سیاستمداران و ماموران دولتی انتظار میره که در مراسم سخنرانی او حضور پیدا کنن. همه افراد باید در طول مراسم برای مدت طولانی و بدون وقفه با شور فراوان دست بزنن. در ایدئولوژی کره شمالی این کار نمادی از وفاداری به دولته. سرپیچی از این دستور شامل مجازات سنگینی میشه. برای مثال در سال 2016 کیم یون جین، معاون نخست وزیر کره شمالی، به دلیل وضعیت بد نشستن و چرت زدن در یک مراسم ملی به عنوان یک فرد ضد انقلابی معرفی شد و به وسیله جوخه آتش اعدام شد. نظام آموزش در کره شمالی. در کره شمالی فقط مدارس دولتی مجازن. بیشتر درس‌ها حول محور ستایش رهبران پیش میره و از دانش آموزان انتظار میره که وفاداری به رهبران و حزب رو به خوبی یاد بگیرن. علاوه بر آموزش ایدئولوژیک، کودکان از سن 6 سالگی یاد میگیرن که چطور در کارهای کشاورزی و نظافت شهری شرکت کنن. مدارس به ویژه بعد از همهگیری کرونا در سال 2020 با مشکل در حوزه بهداشت و تغذیه کودکان مواجه شدند و به دلیل کمبود بودجه دانش آموزان موظفن که میز و صندلی خودشونو به مدرسه بیارن. مطالب درسی به شدت روی موضوع ضد غربی تاکید دارن و حتی به دانش آموزان نحوه کار با اسلحه و مبارزه تن به تن آموزش داده میشه تا در صورت وقوع جنگ آماده باشن. قانون مجازات سن است.
این قانون به صورت رسمی در قوانین کشور نیامده، اما توسط حزب کارگران کره شمالی از ابتدای تأسیس این کشور در سال 1948 اجرا میشه. بر اساس این قانون اگر فردی به عنوان مجرم شناخته بشه، مجازات جرم او ممکنه به 3 نسل از خانواده او منتقل بشه. این قانون به عنوان یک عامل بازدارنده برای ایجاد ترس در هر کسی که بخواد علیه دولت اقدامی انجام بده. برای مثال اگر فردی به فکر فرار از کشور باشه، باید همه خانواده‌اش رو همراه خودش ببره که این کار تقریبا فرار رو غیر ممکن میکنه. در غیر این صورت کل خانواده او زندانی یا به اردوگاه کار اجباری فرستاده میشن. حذف واژگان و لهجه کره جنوبی. بعد از جنگ کره در سال 1953 تنش بین دو ملت به اوج خود رسید. از اون زمان صحبت کردن با لهجه کره جنوبی تهدید مستقیم علیه حکومت محسوب میشه. با توجه به ورود کلمات انگلیسی به زبان کره جنوبی، حکومت با هدف جلوگیری از نفوذ فرهنگی این قانون رو تصویب کرد. این موضوع به شدت توسط دولت کره شمالی کنترل میشه. برای مثال از تمامی گوشی‌ها به صورت دوره‌ای اسکرین شات خودکار گرفته میشه و مردم تشویق میشن که هر گونه تخلفی رو گزارش کنن. متخلفان از سمت دولت شامل مجازات سنگینی میشن. به طور مثال طبق گزارش رسانه‌های کره جنوبی، 2 نوجوان به دلیل استفاده از اصطلاحات رایج زبان کره جنوبی هنگام پیامک زدن به 1 سال کار اجباری محکوم شدند. کنترل نام و نام خانوادگی. در کره شمالی هیچ شهروندی اجازه نداره اسمی مشابه با اعضای خاندان کیم داشته باشه. به این علت که بر اساس مکتب جوچه به عنوان ایدئولوژی رسمی کره شمالی، این اسمها باید برای خاندان کیم جونگ سون به عنوان افرادی با بالاترین جایگاه محفوظ بمونن. در فوریه 2023 گزارش‌هایی از کره شمالی منتشر شد که این قانون یک بار دیگه به طور گسترده اجرا شده. تمامی افراد با نام جوای باید فوراً اسم خودشون رو تغییر میدادن، زیرا این اسم از این به بعد متعلق به دختر کیم جونگ اونه. نمایش و محافظت از عکس رهبران. در سال 1994 پس از مرگ کیم ایل سونگ، دولت قانونی رو تصویب کرد که در تمامی خانه‌ها باید عکس رهبران نصب شده باشه. طبق این قانون عکس رهبران علاوه بر خونه‌ها باید در تمامی ادارات، مدارس و مغازه هم نصب بشه. در خانه‌ها تصاویر باید در اتاق اصلی خونه نصب بشن، به طوری که هیچ وسیله تزیینی در کنار اونها قرار نداشته باشه. عکس‌ها در بالاترین قسمت اتاق قرار می‌گیرن، با این باور که جایگاه رهبران بالاتر از همه چیزه. شهروندان موظفن که عکس‌ها رو همیشه تمیز نگه دارن و این مورد توسط بازرسان دولتی به صورت دوره‌ای بررسی میشه. حتی در صورت وقوع هر حادثه‌ای به شهروندان آموزش داده شده که نجات تصاویر رهبران به همه چیز اولویت داره. کسانی که از این قانون پیروی نمی‌کنن شامل مجازات سنگینی مانند حبس و کار در اردوگاه کار اجباری میشن. من در مورد موضوعات جالب در کانالم ویدیو منتشر میکنم. اگر به این سبک از محتوا علاقه داری میتونی کانال رو سابسکرایب کنی.